وب جهانی گسترده است که شامل بیش از میلیاردها سایت است. اما آیا تا به حال به سایت‌هایی برخورد کرده اید که عجیب و بی‌خاصیت و حتی مرموز هستند؟ در این ویدیو با سرزمینی از سایت‌های عجیب و بی‌خاصیت در سرچ گوگل آشنا می‌شوید. در این سایت با یک وزغ هیپنوتیزمگر روبرو می‌شوید. اما آیا این وزغ می‌تواند شما را برای ترک سیگار یا غلبه بر فوبیا هیپنوتیزم کند؟ مسلماً خیر. در این سایت 3 مرد را می‌بینید که به نوبت 3 کلمه را به زبان فرانسوی تکرار می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم سری به این سایت بزنید و روی آیکون‌های آن کلیک کنید. Bon. Mais. یکی از عجیب‌ترین وبسایت‌هایی که دیدم همین سایته. مطمئن نیستم در مورد چیه، اما به نظر میرسه زمورا موضوع اصلی این سایت باشن. وبسایت بی‌خاصیت و عجیب دیگری که صدایی بیش از حد اغراق شده دارد نینجا فلکس است. به قدری عجیب و مضحک است که باورم نمی شود کسی برای ثبت این دامنه تلاش کرده و سالانه $20 برایش می پردازد. اگر به گرافیک کامپیوتری با کیفیت دهه 1980 علاقمند هستید و همینطور به اردک ها علاقه دارید، این سایت برای شماست. با هر حرکت ماوس اردک های بیشتری روی صفحه ظاهر می شوند تا جایی که نمی توانید چیزی جز این موجودات دوست داشتنی ببینید. فردی که این سایت را ایجاد کرده مشخص است که از نظر ذهنی مشکل دارد و اینجا جایی است که می توانید به او کمک کنید. این سایت سلطان وبسایت های بی‌معنا است. یکی از عجیب‌ترین سایت‌های دنیا بی هدف‌ترین سایت هاست. حالا تصور کنید که این سایت برای این ساخته شده که سایت‌های بی‌معنی و بی هدف رو معرفی کنه. چه کسی گربه ها را دوست ندارد؟ این سایت کانسپت مشخص و ساده‌ای دارد. گربه ها مثل توپ‌های پشمالوی کوچک از بالا به سمت پایین صفحه نمایش پایین می آیند. یکی از عجیب‌ترین سایت‌های دنیاست که دقیقاً اندازه اسم آن عجیب است. چه اتفاقی در این سایت می‌افتد؟ یک آقایی ظاهراً ثروتمند از بالای صفحه به پایین صفحه می‌افتد و به عنوان آخرین وصیتش می‌گوید مرا همراه با پولهایم دفن کن. شاید بهترین مورد از عجیب‌ترین سایت‌های دنیا همین باشد. چرا؟ چون نوستالژیک است و نوستالژی همیشه برای ما جذاب است. اگر بزرگتر از بنده هستید، احتمالاً ویندوز 98 یا ویندوزهای قبل از آن را یادتان است. حالا تصور کنید که یک سایتی وجود دارد که یک شبیه ساز از همان ویندوزهای منقرض شده را طراحی کرده است که طراحی آن هم بسیار جالب است. پیشنهاد می‌کنم خودتان سری به این سایت بزنید و روی آیکون‌های آن کلیک کنید و از وقتی که در حال تلف کردن آن هستید کمی لذت ببرید. کامنت فراموش نشه.